Yes! من یه دونه منوال دارم. دفترچه راهنما. اوکی، من گوجه فرنگی دارم. خب گوجه خب فرنگی. دفترچه تو ورق بدم. میخوره قشنگ. گوجه فرنگی تو 10 سانت بنداز بالا دوباره تو 10 دستت سانت؟ بگیر. اوکی. خیلی بالا نمیتونم. ما میخوام صدایی که میفته کف بیا. دستتو بشنم. عمرن این حداقل پرتقال است. دفترچه تو از بالا بنداز پایین. این چه دفترچه راهنمایی بود که اینطوری صدا داد؟ گوجه تو بنداز بالا بیفته پشت اون دستت. یعنی این سکه مینداختیم بالا مینداختیم دستمون میچرخونیم بیفته پشت دستمون. چه کار شعبده بازی. اوکی. یه بار دیگه از بالا بندازش پایین. بابا چرا هر دفعه یه صدایی میده؟ نمیشه که. اون ته گوجه فرنگی رو یکم انگوش بکش ببینم چی. هایا این چرا همه میوه ها ته دارن؟ بغل نکن. این یه ببین کاغذ هست. اوه. ولی خب این که دفتر، من احساس می‌کنم از اون دفترچه کوچیکاته که توش یادداشت می‌کردی. دفتر نمیدونم وایسا. خب من به نشه رسیدم. چی؟ گوجه فرنگی داری؟ نگاه کردی؟ نه. اوکی. تو دفترچه راهنما نداری. خب 1 2 3. Yes!